سلام علیکم. محمد هستم از کردستان. با سلام گرم خدمت دوستداران پیگرد اسلام. من میخواستم چند دقیقه مزاحم اوقات شریف شما بشم. اولا در کردستان ایران این آخوندهای اثرپایی که صحبت میکنن ما چیزایی میبینیم اصلا با عقل در نمیاد. نمیدونم با چه زبونی من این را بیان کنم و حقیقتا چیزایی رو ما میبینیم داخل کردستان ایران اصلا با عقل زور در نمیاد. هر باری که میخوام بزنم نمیدونم چطوری بیان کنم حقیقتا. و من از راه دور دست شما رو میبوسم، براتان دعای پیروزی میکنم. امیدوارم که همیشه در پناه خداوند متعال و خدانه یگانه همیشه موفق و سربلند باشید. به امید خدا، خداحافظ از کردستان ایران.